شدم گریه کردم راحت نشدم، گفتم برم یکم در تیک تاک بگردم. در تیک تاک که میگشتم این یک ویدیو را دیدم، بعضی فیلتر جور شده بود، این خندیدم که اشکای من در اومد. نیم ساعت دیگه به خاطر از ویدیو گریه کردم. خب بعد اول یاد چی نرم سفر لایک کنید. بعد روی از صفحه که میزنم تیک تاک دارم بگید در آینده ما چی کارم میشم. خب خدا لعنتت کنه، یعنی تیک تاک خدا لعنتت کنه. دختره رو دیدم دکتر جور کرده بود، معلم جور کرده بود. همین تیک تاک تو از جان از من چی میخوای؟ ما یک زنم، ما بهترم یک زن باشیم، حداقل من با همین حالتی که هستم مرا پشت امروز لامصب میشندیم. همین چیه؟ خدا نزنی. به خدا تیک تاک از من لج داره. بعد پدرت